بچه‌ها اینجا به جا کلیک از اینا دارن ها. سعی میکنن زیاد نصیحت هم نکنن، اکثرا سرشون به کار خودشونه و با نصیحت کاری ندارن، ولی هر کیو میبینی یه دونه پاکشتی انداخته زیر پاش و کارو داره ادامه میده. اینجا سر هر سیطره نزدیک به حرم مردم میگردن البته بمبگذاری‌هایی که حالا شده، یعنی هر جا بیای قطعا باید بگردن تا برسی به حرم، یکی دو بار میگردن. هم شب Hüseyin Mola, 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 Hüseyin Mola. همینطور که سینه میزن یه دست بیار بالا با یه دست سینه بزن، کار دارم. آی ابو تازه، ابو تازه، Abu Fazil, 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 Abbas, Abu Fazil, Abu Fazil. چون نزدیک خروجی‌های کربلایی بود ما مثلا جلو خیلی وقتا شده بود مثلا خودم منتظر اتوبوس بودم، ساعت پایانی اینجا بودم. به حدی اینجا قشنگه و حتی تو برج شروقی کربلا اربعین هم خلوت و خنک و خوبه، آدم میاد تو دوست نداره بره. اگر مجلس ختم قرآن هم اینجا می‌بینم، مخصوصا اونایی که برای ماه رمضان روزی یه جز می‌کنن. حرم‌ها هم اینطوری ماه رمضان امکان اونجا هم بگیریم، ولی به شدت اینجا خوشگله، اینجا حال میده ولی نه آدم میاد اینجا دوست داره مسلمون شه. آقا من یه چیزی رو بگم، یه ذره سر مرز بحثشو باز کردم، ولی حقیقت اگه بخوام حالا درد و دلی بگم اینه که کل دنیا رسانه رو یاد گرفتن به جز دقیقا ما. یعنی با همه کمبودها کشور ما کشور بدی نیست، کشور هم نظر طبیعی هم نظر امکانات واقعا سطحمون اون چیزی نیستش که تو رسانه ها هست. شما میبینید که مثلا یک کشوری مثل قطر تاریخش 200-300 ساله ولی چه جام جهانی باشکوهی برگزار میکنه. میبینی که عربستان چطور مثلا با کشوندن قطب‌های رسانه‌ای مثل رونالدو تو سرزمینش غوغا به پا میکنه. از جمله عراق، خود عراق هم همینطوریه که مثلا تو بحث ورزشی، تو بحث حتی سیاسی من میدونم که چندین اجلاس مثلا مهم دنیا توی بغداد داره برگزار میشه، با اینکه بغداد هنوز هم از نظر آمار در واقع ناامن‌ترین پایتخت جهانه، ولی رسانه رو یاد گرفتن. مثلا اینکه من میدونم، حالا شما هم اکثرا میدونید که عربستان یه بودجه گذاشت بلاگرهای معروف دنیا رو دعوت کرد، اومدن از زیبایی‌های عربستان فیلم گرفتن و تولید محتوا کردن و به دنیا پخش کردن. این همچین کارهایی رو حالا ایران هم میتونه بکنه. یه مقدار باید دوستان شغل بگیرن دیگه. یعنی حالا اینایی که میگم ما خیلی هم خوشحال نیستیم از وضعی که برای در واقع مملکت درست شده، دلار 50 تومانی، ولی حقیقت ماجرا حیفه. کشوری مثل ایران 4 فصل، کشوری مثل ایران به شدت زیبا از لحاظ دیداری، حیفه زیر بار فشاره، بار رسانه‌ای که بهش اومده داره فلج میشه و بدتر از اون اینه که عزیزان دل که در واقع میتونن کاری بکنن هیچ کاری برای رسانه نمیکنن.
یه درد و دل دیگه بهتون بگم. میبینید که امثال من که حالا مثلا 18 تا 25 سالمون بوده توی رسانه ملی صدا و سیما تقریبا جایی نداریم. یعنی به من مثلا تو خبرگزاری تیتر نویسی میدن و شما اخبار شبانگاهی رو نگاه کنید ببینید که گزارش‌ها اکثرا برای کساییه که بالای 35 سال سنشون. طرف مثلا 40 سال سن 45 سال سن. خب این عزیز حتی اگرم بخواد فهم در واقع فنی نداره، یعنی قطعا آداپته نشده این بنده خدا که بتونه یه گزارش جدید با فکر جدید با محتوای جدید تولید کنه. شما می‌بینید که ما تقریبا 10-20 ساله که تمام محتواهامون یکیه. محتواهای اخبار شبانگاهی رو ببینید، خبرنگارامون خیلی قابل احترامن ولی خب با 365 سال سن میان جلو دوربین و همون کاری که 300 سال پیش میکردن رو انجام میدن. عراق یه کاری کرده، یه فکری کرده، یه سری از بلاگرها رو پارسال بود یا پیارسال میاره تو عراق و نکته خیلی جالب رو ببینید اینکه بلاگرها عراق رو پس میزنن، میگن آقا این اصلا کشور قابلیت این کاری که شما از ما میخواید نداره، شما مثل عربستان نیستید، مردمتون وقتی آب میخورن همونجا میندازن. حالا من خودم یه مقدار اینطوری بودم ولی الان 1 سال 1 سال و نیمیه که تبریز زندگی میکنم، واقعا فرهنگ این که زمین چیزی نریزیم رو یاد گرفتم. عراقی‌ها این پتانسیل رو نداشتن و توسط بلاگرها پس زده شدن. شانسی که آوردن فقط تبلیغات منفی راجع بهشون نشد. خودشون سعی کردن تبلیغات مثبت رو زیاد کردن. حالا به هر حال با ساخت 4-5 تا استادیوم که اونم شرکت‌های ایرانی ساختن براشون تونستن جام خلیج رو برگزار کنن و حتی تو دنیای سیاست چه مهمون‌های بزرگی رو دعوت کنن و کشور و پیشرفت کشور عراق نشون بدن. ما اینجا یه کاری داریم اومدیم ولی دقیقا بغل مدرسه است، مدرسه‌شون تعطیل شده، رفقا همه موتوردار و موتور هم اینجا بدون پلاکه. بچه‌ها اینایی که می‌بینید یعنی سن روی 16 روی 15 مثلا قبل دبیرستان هم اینا قشنگ خوشتیپ کردن، لباس فرم هم که ندارن. الان ساعت چنده؟ ساعت 11 و 19 دقیقه. این ساعت 11 تعطیلشون کردن رفتن. فرق مدرسه رو ببین، حتی تو بی امکاناتی بچه‌ها با موتور دارن میان و اشغال و صفا برقراره و هم اینا خوبای کربلا هم دیگه، همه عشق از از خوبا هم دیگه. قرار دعواشون دور از همه حضرت عباسه. اینو ببین، این بنده خدا نگاه سعی کردن که اصلا کتاب کیف و این داستانا نیارن، ولی خب ببین ظاهر کاملا آراسته است حتی بدون روپوش. شما با این که می‌بینی محدودیت تراشیدن مو نیست، چون تو ایران اینطوریه، والا ما رو که هر سری کچل می‌کردن. با این که محدودیت حالا تراشیدن مو نیست ولی بهداشت رعایت میشه عزیزان، اصلا هیچ مشکلی ندارن. خدا رو شکر همه بچه‌های گل و گلاب و همینا میشن آینده عراق و وقتی به اون بالا برسن مثل ما خاطرشون این نیستش که ناظمشون قیچی زده وسط موهاشون ما رو کوتاه کردن و به خاطر ترقه و موتور و این داستانا 3 روز اخراج شدن. تیم تیبایی بالاخره رسیدیم. مهدی درسته آدم درستی نیست، نرفته خدمت ولی سریع رفت خروج رو گرفت اومد. برید خدمت برید. هم رد کردیم. انشالله که همتون یه روزی بدون خدمت برید در آموزه. نظری هم میدن راستی. پرتقالدان، زاددان. واقعا پور زمینی دان. شارع صدره توی کربلا. مقعد دفتر مرکزی عتبه.
یه کار خوبی کردن. تقریبا 2 ساله که یه سری اتوبوس‌ها هستن که تورهای نیم روزی میذارن. 5 دینار شما تقدیم میکنید، مسجد سهله میرید، مسجد کوفه میایید و بعدش میرید نجف. نهایتا تا ظهر تا ساعت مثلا 1:30 هم برمیگردید دوباره کربلا. فاصله این حالا این مکانایی که گفتم تا کربلا کمه، مثلا نیم روزی تا یک تمامش میکنم. باز کاظمی سامره رو بخوام برید اونم تا 3-4 برمیگردید کربلا. اتوبوس‌های مهران هستش، یعنی یه مقدار سازماندهی شده در واقع رفت و اومده بین شهرهای عراق که خیلی کمک کرده واقعا. الان ما اومدیم مسجد کوفه، اینجا دیوار مسجد کوفه هست. اینجا خونه امیرالمومنین داریم، اونجا والله یه اول اونجا رو ببینیم بعد میریم داخل مسجد. یه چیزی که هست این شهر اصلا رنگ و لعاب نداره، خاطر حالا اون لعن و نفرینی که پشتش هست. حقیقتا شهر انرژی منفیه. یه مقعد موسیقی تعلیه که میدونید داستانش. روبرو هم حرم هانی ابن عروه است. ایشون هم به مسلم وقتی تو کوفه بوده جا داد. خیلی هم خوشگله. بگی اینجا رو اومدش رو چخ چخ گوزن دید به قول آذری ها. سری در واقع مقامات داره، مقام حالا ابراهیم رو داره، حالا انبیا رو اینجا دیدن. یه مشکلی دیگه هست مقام سفینه نوح، این کشتی هست اصلا نوح توی این مسجد به زمین نشسته بعد از بارونی که اومده. خیلی سعی کردن که سبک معماری اینجا به سبک حالا معماری عربستان نزدیک باشه. من مسجد النبی هم شبیه نیست. از روسیا از ستونا برمید. اینجا هستیم، اینجا پر ستونه ها، ستونه گنگ و اینا ستون بودن وقتی ستون بودن مد نبود. درب و بلا آرامش منه، نبزم با غم تو میزنه، این هم از کرم حسنه. درب و بلا آرامش منه، نبزم با غم تو میزنه، این هم از کرم حسنه. اربابم بارون داره دونه دونه به تو میرسونه، سلامم و آقا خدا میدونه. بارون داره دونه دونه. مگه ماه رمضان همه جا بسته است، گوشتمونه بگو اول صبح. صبحونه هم نخوردیم. شبیه شهر مرده هاست. گوشت میخوای گوشت خام بخوریم؟ این برای شب داره آماده میکنه کارو. هیچی. آقا زدیم به هایپر. اصلا یه همچین چیزی تو کوفه عجیبه. برابر چی هسته اینا؟ موه. موه؟ راست میگی. دکس سراغ جزئیات نه فقط اینجا. شامپو سنون، خمیر دندان رو ببین. به به، واقعا راضیم از دوستان. مربا در طعم‌ها و رنگ‌های مختلف، فقط 1000. چی پیدا کردی؟ پچ نیست اینجا که. اینا تو ایران هست. بابا گچ پج ندارن اینا. بج بجه. بچه شکلات خارجی. از این که خیلی جالبه. به حاج خانوماتون پوشش بدیم بدش کنم. استیکر اینا. تو اینجا چند دیناره؟ بونه چه؟ حبیبی کم دینار؟ 75 نصف دینار، یعنی 25 تا.
دونه 20000. خوبه والا. یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی به ابی انت و امی گوییا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی به ابی انت و امی تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات علی ای قبله حاجات گویی اون دزد شقی تیغ نیاورده به سم به ابی انت و امی گویی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است در این غم نگشوده است سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به ابی انت و امی آقا رسیدیم نجف دیگه ببین صفا سیتی سرندیپیتی رسیدیم نجف. انقدر اینجا خوشگله انقدر قشنگه اصلا دوست دارم حرف بزنم فقط ببین یعنی اصلا ترکا میگم بلیم بو بله. آقا کف نجف با دو تا خوبا کارو بگیر دوجه چی بود؟ چالنجر بود؟ نمیدونم از بچه های خوب نجف بودن. نجف اومدیم خیلی خوابمون یکی بده خیلی خوابمون میومد دیگه خوابیدیم شبم شد شب آخره میخوایم برگردیم به تهران. پس امشب اشغاله امشب میخوایم بریم سرپوست امشب داریم بغداد. هوا فسق و فجور وسط حرم امن الهیه. آبشنشو بده. هوای کاراییه که نه تو شأن منه نه تو شأن بچه‌ها نه تو شأن شماست ولی هوا اون هواه حالا چه بخوای چه نخوای. چای لیمون موجود اومدیم چای قند معروف بغل حرم از عباس چای موجود اینجا همه چی موجود و ازدحام بسیار شلوغ ولی چای قویه تا نصف شکر بخوری قند مرض قند میگیری و همینجا کیک میشی ولی کار جوابه کار قویه. مگه من چند تا امام حسین دارم که میتونم اینجوری صداش کنم زندگیم امام حسین کسی رو مثل تو دوست ندارم با چشم خیز سر روی ظلمتت میذارم تموم دنیا مال اول فرد تو محشرم میرم به دنبال ای عهد حرم میر و حرم دار ای عهد حرم میر و حرم دار نیامد سبای حسین سید و سالار نیامد. مگه اینجا رو میتونم بشونم؟ ای بارون میومد خب سحر آخره ما حرفی حدیثی انشالله میریم که علی دوله بیایم. بله؟ انشالله برمیگردیم که علی دوله بیایم. دست پر انشالله همین که علی دوله ما علی دوله میشه دست پر